عمر یار وفادار رسول است، عمر داماد زهرای بتول است، عمر مقبول شاه ذوالجلال است. عمر ابن خطاب رضی الله عنه در مشربه بنی حارثه محمد ابن مسلمه را دید. او مردی بود که حق را می گفت و در گفتن حق هیچ ترسی نداشت، اگرچه در گفتن آن مرگ او باشد. چون عمر ابن خطاب رضی الله عنه او را دید، از او پرسید: ای محمد ابن مسلمه، در سروری امور مسلمانان مرا چگونه می بینی؟ محمد ابن مسلمه در جواب گفت: تو را همان گونه که خوب دوست می دارم و همان گونه که کسی برایت خیر را می خواهد می بینم. تو را در جمع‌آوری مال صاحب دست توانا می بینم و حال آنکه خود را از آن بی‌نیاز می گیری، یعنی آن را برای خود نمی خواهی و در تقسیم آن بسیار عادل هستی. اگر در امور خلافت مبادا کجروی ظاهر نمایی، مثل تیری کمان راستت میکنیم. عمر ابن خطاب رضی الله عنه بسیار خوشحال گردید و چنین فرمود: پروردگارا، شکر میگویم که مرا میان قومی قرار داده است که اگر کج روم راستم میکنند.